سلام عزیزای دلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به ریاکتام خوش اومدید. من ابوالفضلم و قرار تو این ویدیو بهتون یاد بدم که چطوری میتونید دراپ داگز رو به کیف پولتون، یعنی تونکیپر یا کیف پولهای دیگه برداشت بزنید. بالاخره داگز برداشتش آغاز شد. کافیه وقتی وارد داگز میشین اینجا دو تا نکته مهمی که اینجا هست، یکی این که ببینید ولتی که بهش وصل کردینه، که مثلا من این ولت رو بهش وصل کردم، باید توی این ولت تون داشته باشید برای انتقال. که حالا مثلا بریم توی تونکیپر، اگه خودتون نتونستیم برداشت بزنیم میتونید به من پیام بدید، من تمام کارا رو براتون انجام بدم. ولی اگه تون هم نداشتید برای برداشت میتونید دوباره توی پیوی به هم پیام بدید. آیدیم رو اینجا میذارم که بتونید پیام بدین و تون بخرید و به صورت آنی براتون واریز میکنم. که الان مثلا من این بلت رو به داگز وصل کردم و توش حدوداً 1 تون دارم. که خب حالا برمیگردم به ربات. گزینه کلیم آنچین رو میزنم، یکم منتظر میمونیم. وارد ربات کامیونیتی باید بشه که به خاطر شلوغی باید 1-2 بار این گزینه رو بزنید تا اون ربات مربوطه براتون باز بشه. اگه ربات توکن تیبل براتون باز نشه، کافی وارد این ربات بشید، توکن تیبل آندرلاین بات، روی گزینه کلیم داگز بزنید که خودش از اینجا براتون ربات رو باز کنه. متاسفانه به خاطر شلوغی شبکه داگز این کار یکم طول میکشه که انجام بشه. ببینید حالا من اینو لاگوت میزنم، با این کار ندارم، کانکت ولت رو میزنم و دقیقاً همون ولتی که به داگز وصل کردم رو به همین توکن تیبل هم وصل میکنم. اون ولتی که به داگز وصل کردیم باید توش تون باشه، حداقل نیم تون داشته باشید تا این کار رو بتونید انجام بدید. حالا برمیگردیم به توکن تیبل. خب اتصالش انجام شد. اینجا آدرس شبکم رو برام میاره. الان خودشم از داگز آوردین رو برام. یکم گفتم میگه به خاطر شلوغی شبکه این کار طول میکشه، ولی شما نگران نباشید. خب حالا یکم صبر میکنیم که لود بشه. حالا 2 تا توکن تیبل برام لود شده. خب اینجا الان کل موجودی داگزم رو برام میاره که به راحتی میتونم با زدن گزینه کلیم ناو یکم باید صبور باشید تا مراحل رو با هم انجام بدیم. مستقیما وارد اون ولتی میشه که بهش وصل کردیم. حالا 71,000 تا داگز رو که داشتم، با زدن روی این گزینه و پرداخت کارمزد 42 صدم تون که حدودا نیم تون داشته باشید توی اکانتتون برای برداشت داگز. خب حالا اینا رو اضافه بودن، ببینم کدوم یکی از اینا بود. این بود. خب بعد از اینکه پرداخت کردیم منتظر میمونیم تا فرآیند برداشتش انجام بشه و تاییدیه رو به همون بده. بعد از اینکه برداشتتون انجام شد، کافیه وقتی وارد تونکیپرتون میشید اینجا براتون میاره که چقدر داگز داری رو. دقت کنید که اینجا اگه براتون مثل من نوشت unverified token، اصلا نگران نباشید و این عددی که اینجا نشون میده اصلا واقعی نیست، به خاطر اینه که داگز هنوز لیست نشده و این عدد کاملا غیر واقعی و توسط خود تونکیپر زده شده. پس منتظر بمونید. بعد از اینکه لیست شد آموزش کامل فروش و نقد کردنش رو براتون میذارم. برای اونایی هم که نمیتونن نقد کنن خودم تمام مراحلش رو انجام میدم، نگران نباشید.
و نکته بعدی و آخر این که اگه نیازی به تون داشتید میتونید به پیوی من پیام بدید تا تون رو براتون تهیه کنم. اگه از این آموزش خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید، بعد دوستاتونم بفرستید. چنل من دنبال کنید و زنگوله بغلش هم حتما روشن کنید که از ویدیو ها آموزش جدید بعد میذارم با خبر بشید.